سلام دوستان عزیز. اگه تو آلمان زندگی میکنید و یک کوچولو دارید که میخواید توی مهد کودک ثبت نام کنید یا همون کیتا، شاید ندونید که از کجا باید شروع کنید، ولی نگران نباشید. من امروز راهنمایی میکنم که چطور میتونید به یه جای مناسب توی کیتا برای بچه‌تون پیدا کنید. پس تا آخر این ویدیو با من بمونید و اگه مفید بود حتما سابسکرایب کنید. اول از کجا باید شروع کنیم؟ اول قدمی که باید برید سراغ اداره امور کودکان و نوجوانان، یعنی یوگند آمت هست. این اداره توی هر شهری هست و مسئول ثبت نام و هماهنگی برای مهد کودک ها هستش. شما باید یه درخواست رسمی بدید و ازشون بپرسید که چه وظیفه‌ای دارید. حالا شاید بپرسید یوگند آمت رو چطوری پیدا کنیم؟ خیلی راحته. کافیه برید سایت یوگند آمت و اسم شهرتون رو سرچ کنید. اونجا اطلاعات تماس و آدرس یوگند آمت در منطقه‌تون رو میتونید پیدا کنید. یا اینکه توی گوگل مپ میتونید سرچ کنید یوگند آمت و توی نقشه ببینید کدوم یوگند آمت به منطقه شما نزدیک‌تره و اونجا مراجعه کنید. چه مدارکی لازمه؟ برای ثبت نام معمولا این مدارک رو ازتون میخواد: آیدی کارت کودکتون یا پاسپورت کودک، آدرس محل زندگیتون مثلا با انملدون یا اجاره نامه، فرم درخواست که باید پر کنید. در بعض شهرها برای واکسیناسیون هم لازمه. بهتره قبل از که وارد اداره یا یوگند آمت بشید قبلش باشون تماس بگیرید و ببینید چه مدارکی مورد نیازه که همراه خودتون ببرید و ازشون یک ترمین بخواهید تا به اون اداره مراجعه کنید. و این سوال ممکنه پیش بیاد که چقدر طول میکشه تا بچه‌ها یه جا توی مهد کودک بگیرن. خب این بستگی به شهری که توش زندگی میکنید داره. بعضی مناطق خیلی سریع پر میشه اما ممکنه چند ماه یا حتی یه سال طول بکشه تا یه جای خالی پیدا کنید. پس خیلی مهمه که زودتر اقدام کنید. حتی بعضی از والدین از همون وقت که بچه‌شون به دنیا میاد شروع به ثبت نام توی لیست انتظار میکنن. پس اگه توی شهر خیلی بزرگی هستید جا خیلی به ندرت پیدا میشه، پس بهتره خیلی زودتر همون موقع که بچه به دنیا میاد ثبت نام کنید و یا تو 3 سال زودتر ثبت نام کنید که تو لیست ثبت نام باشه. و نکته مهم، بعضی شهرهای سیستم آنلاین دارن که میتونید به صورت اینترنتی ثبت نام کنید. مثلا توی دنی از سیستم کیتا نویگاتور استفاده میشه. حتما سایت شهرتون رو چک کنید ببینید همچین سیستمی داره یا نه. توی سیستم کیتا نویگاتور شما خودتون رو ثبت نام میکنید و یه اکانت درست میکنید، لاگ بچه‌تون رو وارد میکنید و به شما میگه تو کدوم مناطق میخواید که به مهد کودک بره و شما انتخاب نمیکنید و از طریق این کیتا نویگاتور به شما نامه میاد یا ایمیل میاد که فلان مهد کودک ترمین هست و شما برای بازدید از مهد کودک میرید. حالا چیکار کنیم اگه جای خالی پیدا نشد؟ اگر از کلی صبر کردن از جای خالی گیرتون نیومده، چند تا راهکار هست. به چند تا کیتا توی مناطق مختلف درخواست بدید، نه فقط نزدیکترین جا به خونتون. توی یوگند آمت پیگیر بشید و نشون بدید که براتون خیلی مهمه که کودکتون به مهد کودک بره. مخصوصا اگه خارجی هستید و وارد شدن به مهد کودکتون بهتر میتونه زبان آلمانی و فرهنگ آلمانی رو یاد بگیره. بعضی والدین خودشون با مهد کودک رو تماس میگیرن، از مدیرشون میپرسن که کی ممکنه جا خالی باشه و بعضیا ممکنه با رفتن به دیاکونی یا کاریتاس از اونا بخوان که روشون این کمک رو انجام بدن که تماس بگیرن و پیگیر باشن از مهد کودک ها. حتما سابسکرایب یادتون نره. تا اینجا ویدیو اگه اطلاعات براتون مفید بوده حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همینطور لایک و کامنت یادتون نره. اگه خودتون یا دوستاتون تجربه توی این مورد دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید که بقیه هم استفاده کنن. پس خلاصه بگم که بهترین روش اینه که برید یوگند آمت و درخواست ثبت نام بدید. از سایت یوگند آمت استفاده کنید تا دفتر مسئول منطقه خودتون رو پیدا کنید. زودتر اقدام کنید تا جای خالی گیرتون بیاد. مدارک لازم رو آماده کنید و پیگیر باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.